یکی از مخاطبین عزیز ما پرسیدن که من در شب خیلی از مواقع حس میکنم کسی روی من خوابیده و دچار تنگی نفس میشم، نمیتونم نفس بکشم و به زحمت بالاخره میافتم. به ملایی مراجعه کردم، به شیخی حالا مراجعه کردم، به من گفته که شما طلسم شدید و باید بیام رود بخونم. خواستن یه راه حلی بهش نشون بدیم که از این مشکل رهایی پیدا کنه. خدمت این دوست عزیزمون باید عرض کنیم که در نزد عوام و در فرهنگ خودمون به این بیماری میگن بختک، بیماری بختک. میگن یه چیزی به نام بختک روی انسان خوابیده. از نظر علم پزشکی این ناشی از یک مشکل در بدنه. مثلا بهش میگن فلج خواب، یعنی انسان در خواب دچار فلج میشه. وقتی که حالت بیداری به انسان دست میده، انسان نمیتونه حرکت کنه، اعضای بدن انسان هنوز به کار نیفتاده و انسان دچار چی میشه؟ تنگی نفس میشه. خدمت دوست عزیزمون عرض کنیم که نه جنی داره و نه طلسمی اینجا وجود داره، بلکه این بیماری ناشی از یک سری عوارضی است که در درون بدن رخ داده. ممکنه ناشی از بیماری‌های قلبی باشه، ممکنه بیماری‌های روانی باشه. شما مراجعه بفرمایید به یک پزشک حاذق و انشالله مشکلتون حل میشه. بسیاری از بیماری‌ها راه حل علمی داره، درمان داره، اما متاسفانه افراد شیاد میان و به عناوین مختلف طلسم شدید، جادو شدید، جن تو بدنتون نفوذ کرده، از شما میان چیکار میکنن؟ اخخازی میکنن. من امیدوارم که با مراجعه‌ای به پزشک حاذق بتونید بیماریتون رو درمان کنید. سپاسگزارم.